تستا زودتر تست کازیو چی؟ چیزی که فهمیدی چی چیزی که گفتی؟ فهمیدی بخواه یکم برنه ست دایجایی یکم چی نبودو یکم چی نشده است محبوسا آزاد آزاد خوش محبوسان چطوره که در عرفیت میگویند هر شب زی خودت بپرس اگر تو مردی که امروز چی خدمت با مردم کردی معلوم است که شمایان از کوچه مردانگی نگذشته اید اکنون در همین جا و شما مکتب مردانگی را می آموزند جا بجا کنه اطاعت داروکشو بخواه سر دم کدگی بگشتی اومدی؟ قربانی پنده آمدم چی؟ همینجا دم چشم دیدن نداری آدم را کدام روز مکفی میری همون گپات با همون گپا بخواه بچه های مرا ندیدی؟ دیدم مردک های همسایه را اوتا گفتستیم بخواه او خونکی را سوختی نه این دفعش به این صفتر بود دو دیگ давай
اون کس رو میشناسی؟ کدومش رو؟ اون به طرف من اومد بود در دستش خورم انا نگاه دارد بود خورشیدی صاحب از سکوت رو بگویی؟ خورشیدگاهی نمیدونم چند روز باز با هیچ کس گپ نمیزند خاموشی رو دوست میدارد به فکرم با کدوم ماده با کدوم قسم معلوم نیست؟ ماده 112 قسم 2 زنی حامله‌دار با پسرش مرده است؟ به فکرم ها در بدره هوای ورزا بدره عجایبه بوزیده بوزی برای یک توپ این طرف میدوی اون طرف میدوی قوای فکری نسبت جسمانی قوی‌تر است عقل را باید کار فرمود نه اینکه جسم را ای پاپارتو بسکتبال بازی بسشتقانی ما بود از آن تو جمله چی نمیفهمی؟ علیه که با تو پاپارتو مانان بود چش؟ لابای گرز کبوتی من رو ندیدی؟ امون درون جیبونه بین امونجا بود بچه جان خیلی من رفتم مایلی بچم خودت احتیاط کن احسان ایستا نخواد که مردک همین خیر باشد قدد از قدیمه بلند شده است و آنه این گپی دیگر خودت احتیاط کن ایستا
آنه را گیر در رحمت کارت آقا میشود. جان. خب مایلش خودت رو احتیاط کن خورشید جان. ای اوچا هر وقت جان رفته بیو بچم. مرا خاطر نکن بچه جان. رحمت اوچا جان. خوب بچه جان نغز رو. ای شیطان چه خیر بر وقت بیو. قریب همه روزهای ما آن همی خیلی سپری گشتن میگیریم. یک روز اماکی جبور با علی چیزی رو گفتانی بود. لیک منو احسان میدونی علی جان، من یک چیز رو باید به تو بگویم چون که بعد یک کتت سن نمیریم. احتیاط کنید. رام 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 ها گناهکارانی بیگناه سراخ هم فکر کرده شیشه
این فکرها رو باید پیش از راندن ماشین میکردیم. خب من майори милиса азам Саидов оид ба корҳои ноболиғон. кани бо шумоҳо шумахерҳо як саволро ҷавоб кунем. ҳа чӣ гуфте? кани ту аз ҷоят қез? бале ту ном ва насаб. ту чӣ намефаҳмӣ? мефаҳмаду гап зада наметавонад рафиқ милиса. хабшун ту муҳаммадоно. ҳоло аз ту напурсидам. ман мошинро рондам. инҳо дар ҳақиқат гуноҳ надоранд. ӯ дар ҳақиқат гап зада наметавонад. номаш али, падараш собир, фамилияш зокиров. аз худат? ҳабибов эҳсон. سلام علیکم. علیکم السلام. من پدر احسان صاحب انمان ماشین اکا خیبت چگیده. انا این پول ها را گیرید برای دلشاد جان کمک در کار می شود. از دعویتان گذارید. گوش کن جورا. تو چی با پول خریدنی؟ انا میزنه که اشک میریزد مادری دلشاد جان است. دانسته باشید که یک خطره اشک او را از گنج قارون بالاتر میدانم. تو به من پول نشان نده. بهترش رو خدا را زاره کن تا که شفای کامل بخشد. در تربیت فرزند جدی باش. رو زوره‌های کی را لایق بود با پسرک شفای کامل بخشید. وقت داوری خود را میکرد و روزها و ماهها و سالها پس سر شدن میگرفت. احسان در دانشگاه بین المللی یک سال از کورسش افتاد و غایبانه کرد. علی باشد یک حال زار داشت. روز تا روز احوال مادرش بد شدن میگرفت. چشمانش کور شدند. خدا این روز را به سر هیچ کس نآورد. عذابی که او میکشید خودش میدانست و خدای تاری سر. نیلوفر چی؟ نیلوفر؟
حاجی صاحب، حاجی صاحب، از کرامت خدا گردم، بیا ببین که چی افتیم. چی میگی؟ خدا دروغم نکنه از یک سیرم زیاد میشوه. الله اکبر. یوسف گوسفند را حلال کن، مردم را دعوت میکنیم. اول میر بخیز. یوسف بگو که سری گوسفند را ببرد. خوب صاحب، خوب صاحب. الله. ای دختر، زودتر حرکت کن. سنت به جای رسید است و حالا هم عاشق آینه ای. آچش به همان اسمه سرمه هم تو زیبایی. زودتر باش. او مادر جان، ایزو ندهید. خداتون میگوید که ایزوی مومین حرام. او اینش رو بینن. یک بچه کپ کلون تگمه‌اش رو گذرانده نمیتواند. او شما نمیروید دادش؟ من کاری ضرور دارم. شما رفتن گیر. مایلش. پایان فرا من قریب رسیدم. باش دادا جان، ما میرویم. حکات رو خوب پیشازگیر باشه. رایش رفیق. خب. یک سیر میلیون ها دلار خواهد شد در روسیه و اروپا. من میلیونر خواهم شد. انشالله. اول میر را بگو که با تاجیکستان زنگ بزند و از این دری قیمت بها اطلاع بدهند. سلیم را بگوید که ما قلب آسیا را دریافتیم. بچه‌شون صاحب، بچه‌شون. ای خدایا، این زیب و سلم ما در این 6 سال چگونه شده باشد؟ مادر جان،
خدا خواهد ساق و سلامت رسیده آمد، میبینیم چگونه شده باشد. خودم هم تصور کرده نمیتوانم که جگربندم 6 سال از من جدا و در شهر بیگانه گشت. اوچا گفته که اپام یا شوش میتیم توی بکنه مکان. خدا خواهد بچه. باش که اوچا خدا هر کسی رو که لایق بیند بچم. این بچه کجا شد؟ مرحمت. این رقمای تلفنی من زنگ میزن. اگر زنگ نزنم چی؟ اگر زنگ نزنی خوبتر میشود. از گلها هم خوشروتری. داماد نمیفر آمده باشد. داماد پویا نمیفرایی؟ پای انداز بیارم یا پولش هم میدهی؟ با جان و دل، با جان و دل. بهترش که این داماد نفراید. عروس حال او را دیده از هوش میرود. داماد جان. دامادی نو عجب سردادگی ده. داماد. انا دختر جان من. انا نگاه کن. منه. تو هم میگوی عروس دارم. انا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. دوستی گرامی قدر، هاش حال و احوال کاروبار چطور است؟ الحمدلله خوب هستم.
اول میر به شما احوال رسانیدند. آگاه شدم. بله. سلیم دوستی عزیز، به قدرت الله این قسمش را حتی روشنی هم ندیده بود. خوش، کی روان میکنید؟ همین حالا روان میکنیم. چون هر وقت در همونجا؟ نویت موتر و نمبر پلیتش. تویوتا کمری سبز خیره یه ارث 434201 کی میرسد؟ اگر خواست خدا باشد تا 8-10 ساعت دیگر میرسد. خب خدا حافظ. خب خدا حافظ. سلامات دو چشم برات کنده شد. بله دیگه گذار کو یک حال پرسی کنیم. مرحمت پدر جان. نه شما پدر جان نه. خب مایلش مرحمت پدر. کنی حال پرسی کنیم. کنی گپ زن. چه حال داشتی؟ سردار منصور شما را بپرسد. منصور؟
بله منصور اکو از مسکو زنگ میزنم. الو سلامی گرم جوشان از مسکو به دوشنبه. مسکو خونکو باز به ما سلامی گرم جوشان فرستانده اشتادید. بله مسکو در حقیقت خنوک، لیکن به شما فرزندی تاجیکستانی افتاب رویه سلام میرسونه. خوش تاجیک بچه. علیکم السلام. خب سلامتی؟ احوال؟ کار و بار چخیر؟ کار و بار به مثل هوای تاجیکستان. شما چه حال دارید سلیم اکا؟ احوالتون خوب است؟ شوی جان اومده رسیدن؟ نو در رمضان انا همینجا نشستم. خیلی خوب. چی خبرهای تازه؟ خب خبرهای تازه منصور جان بسیارند، لیکن این خبرها را یک طرف مانمو بیاید به قسم خبر اساسی گذاریم. خوش چی خبر؟ امروز با آقای صاحب هم صحبت شدم. مال را پیدا کرده است که مثلش را روشنی ندیده است. نرخش چی قدر است؟ نرخ ندارد. چی خیلی نرخ ندارد؟ تا امروز دادی گرفتیم ما این خیلی بود که هر آنچه که روان میکردن نرخ و نوای خودشون را داشتن، ولی این چیزهای روان کردگی فرقیت کلان است. همه را آگاه کن. سلیم اکال بر وقت به جام آمدن. همه را آگاه کن تا آخری آینده با کیسه پوری پول بیایند. خلاصه تمام مهارتت را استفاده بر. خب سلیم اکال دیدم میبروی. خداحافظ. از پس کار شو. ما در علاقه ایم. خب در پناه خدا. خوش شیری پدر کلی گفتم. با کجا؟ با خانه. مسئله امریکایی ها چی میشه؟ امریکایی ها را یک طرف نیست. دیگر مسئله را دیدن در کار بچم دیگر مسئله. Да, это Мансур. А кто спрашивает? Сергей Михайлович. Здорово. جان بابای چخیر میشد نقص من در پایام. تو میفروی آخیر اشتباه میخیر. از کدام طرفی؟ حاضر استکانی بینم مادرم خوب است یا بیدار؟ خوب باشد میفرام مایلش. خب مایلش.
مغزونا چیکار میکنی دخترم؟ هیچ چیز آجا جان در دق شد خواستم ببینم کی باشد چرا در این لباس؟ برای چی پاید سالت رو پوشیده ای؟ آجا جان التماس دادم نگوید این کارت خوب نه دخترم ассалом ҳамсоя ман ҳамсоя нави шумо як курсиро як тараф мондан лозим кӯмак намерасонед хуб майлаш ман ҳамсои нав дирӯз омадам номам зарина ҳамшираи шавқат шуда кор мекунам рости гап саҳар мебароям ҳаминҷо бегоҳӣ медароям ана зебонисоҷони манам аз хоб хест даро дастроят рӯше ман ҳозир ин гас духтарчаам зеби бас аст ба фикрам раҳмат илоҳо дастатон дардро набинад наҳорӣ мекардем алло алло нилуфар апаш моро мепурсам алло салом нилуфар салом нашинохтӣ не шумо ки хай шумо одамои хориҷӣ мо одамони таҳҷоиро аз куҷо назаратон мегирад нахоҳ мебахшеду ин аз дарногириро мо аз одамҳои таҳҷоӣ омӯхтагӣ хайни хеле баъдам неохӣ дар худ 6 сол роҳи ӯро поӣ бо як орзуву ҳавас ба фурудгоҳ ба пешвози ӯ равӣ ӯ бошад бо дӯстдоштаи худ фарояду як назар ҳам накунад ана ё бугир чӣ дӯстдошта эҳсон хуб фаҳмидам имрӯз хуршед мусобиқа дорад шояд вомехӯрем хуб майлаш эҳсон мурдам гуфтан гир чао алло алло нилуфар бабай салом
салом шоҳин, хуб ҳастӣ? خوب هستم. میخواستم تو رو به طرفخانه دعوت کنم. تشکر شاهین. من یک ملاقاتی خیلی جدی دارم. اگر مخفی نباشد با کی؟ علی جان چی شد بچم؟ عجیب پروا نکن سر باشد ای سر یافت می شود عجب گردش های دارد این جوانی نه اول بخشیدی اول ببخش ببخش علی وگرنه افتاد از او دقیقه دیگر زبانت رو چیپسی میگرداند داماد جان اکنون با زبان سوختگی و لبهای پختگی یک بوسه کنید چی؟ علی با فکرم دیر شد مسابقه سر شد میره احسان بشین دیر شد مسابقه سر شد و خیر تستر بدبخت به خوبی میگویم سنگ رو چیکار کردی؟ صاحب نه خود باورم نکنید با نام آفریدگارم قسم میخورم صاحب با موتر گفتی پرتافتمش پس چرا؟ مال در دستی بچه ها نیست تو اشتباهاً به ماشین دیگر پرتافته ای گپزن با خدا قسم صاحب همون نامبر همون رنگی داشت موتر که خودت گفته بودی
من شما را یگان بار فریب نساختم، اما چیزی می آوردم اشتباهی نمی کردم صاحب. بلا زند قوای تلفنون تمام شد صاحب، باور کنید. گوش کنید، این مردک سنگ را با ماشین دیگر پرتافته است. اینجا گناه شما نیز است. و شما 2 روز مهلت. سنگ باید پیدا شود. کبیر، تو تمام تلفن ها را عوض کن، چی موبیلی و چی خانگی. به فکرم کسی گوش میکند. تو با آقای صاحب گپ زن که هیچ چیز نشده است، همش خوب است. خوب، میگم. از پسی کار رویدی؟ نیلوفر، سلام نیلوفر. سلام شاهین. одамои нав ку نیلوفر؟ шунос шав. Инҳо дӯстони ман. Ин кас Эҳсон, ин кас Хуршед, ин кас Алӣ, ин кас Шоҳин. бо пой пиёда куҷо меравӣ? Не, раҳмат, мо мошин дорем. Як сайру гашт кунем гуфтем. хоб, майлаш, халал намерасам. Майлаш, хай. Шоҳин, фардо рӯзи таваллудам. ба тараф хонаи 9 вал биё. ҳатман. ҳатман. Хай. Бай.
Молодец, добро пожаловать, друзья мои. Как наш великий поэт говорил, هیچ شدی نیست اندر این جهان بدتر از دیدار روی دوستان. هیچ تلخی نیست در دل تلختر از فراق دوستان پرهنر. Великие рудаки. Правильно, великие рудаки. В честь чего мы сегодня собрались? Дорогой мой друг, ты прав. Наш деловой встреча должна быть через 25 дней состоится. А почему же так рано? Ведь у нас еще есть время. Вы тоже правы. Цель сегодняшнего дня – это Салимако. А что случилось с Салимакой? Дай ему говорить, а? Нет, Дустам, он прав. Он правильно говорит. Дорогие дамы и господа, я знаю, что до нашей деловой встречи, конечно, еще рано, но тысячи извинений за то, что я вас беспокою. Но эта встреча тоже важная. Через 2 или 3, максимум через неделю, дорогой наш Салимако будет отправить нам сердце Азии. И что же такое сердце Азия? Этого сами вы будете увидеть. Так что цель сегодняшнего нашей встречи – это то, что в следующей встрече заправьте свои чемоданы, уважаемые. Аукцион будет. Всем ясно, уважаемые коллеги? دوستان عزیز، در این روزی بسیار مبارک، در این روزی بسیار عزیز برای من، برای دختر من، حضور داشتن یکایک شما، با ارج گذاشتن، با خوش آمدید گفتن میخواهم مخصوص تاکید کنم. اصلا بسیار میخواهم گویم که امروز روزی تولد نیلوفر نیست، روزی تولد من است. از همان روزی که نیلوفر به دنیا آمد، از همان لحظه برای بعد هر لحظه آرزوهای من عملی می شدن. بنابراین صمیم قلب تو را مبارکباد میگویم. بسیار میخوام، آرزو دارم هر روز، هر سال بالای تخت و بخت و بالای احساسهای زیبای زندگی عاشق باشی و راحت سفید باش. همتون خوش آمدید. روزی تولد مبارک. دختری صحرا نیلوفر 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 در حلقتم بازد نیلوفر 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 ای دختری
حالا تو عاشقی یا من نکن جور و جفا با من روم بر کوه و صحرا بلکی بین سبزه و اینا گل دیراشینو یابم تو را تو اینا مهربون با من مکن جور و جفا با من روم بر کوه و صحرا بلکی بین سبزه و اینا گل دیراشینو یابم تو را آسمان ای دلبر من عشق من نیلوفر من ای عشق منی زیبا نیلوفر من در خواب نازی شبانی نیلوفر من در بستر خود تنها خوفتهی تو ترکی من او دل ای مکوفتهی تو ای دختری صحرا نیلوفر آ نیلوفر جنابان و خانمان محترم، میدونید زندگی با همه پست بلندیاش زیبا است. همون زیبایی هایی که در خاطر هر یکی ما تا ابد نقش میبندند. من گفتنیم که نیلوفر جان به مثل همین زیبایی های حیات در خاطر هر یکی ما و شما تا ابد بماند. در برابر این همه خاطره ها میخوام این توفه را به نیلوفر جان همچون یک خاطره تو این توفه رو بین ارزشش با فکرم از 50,000 زیاد است و کم نیست. که با ما این توفه رو تقدیم میکنم؟ از کجا میتوانی ارزش رو؟ بله. حاضرین محترم، میخوام سخن نوبتی را از زبان یکی از دوستان نزدیک نیلوفر علی بدیم. او چی گفتنی هایی دارد در این روزی خرسندی نیلوفر؟ گرچه زبان نداری اما من از نگاه‌هایت حرفای تو رو میخوانم. تو نمیتوانی بگویی که دوستت میدارم. آنهایی که میتوانند بگویند جسارتی تو ندارند. برای دوست داشتن زبان چی در کار است اگر دل نیست؟ تو برای من خون رو مای میکنی مینوشی. اما من نمیتوانم برای تو کاری کنم.
امروز من او را آنگونه دیدم که تمام عمر ندیده بودم. من میدانم که او میداند، خبر دارد که من او را دوست میدارم. من گفته نمیتوانم، اما او شرم میدارد. اکنون میفهمم که بودش کردم. وقتی که او در امریکا بود من کدام یک کسانی رو در آغوش او میدیدم، اما امروز از چشمان او میخواندم که یک قلعه فتح ناپذیر است. نه دست قوی بلکه دل عاشق میباید که دیوارهای سنگین این قلعه را بشکند. ببخش که من درباره تو فکری بد داشتم. نیلو، من تو را دوست میدارم. شبتون بخیر دادا جان. باشم. شبتون بخیر. عجب شبی زیبایی دادا جان. این خیلی شب را شبی آرزوها میگویند. در چنین شبها من و مادرت پهلوی هم ایستاده نقشه ها میکشیدیم، آرزوها میکردیم. بچم، مادرت همیشه یک آرزو داشت، توی دامادیت را دیدن میخواست. لیکن افسوس همه آرزوهاش رو همراهش برد. بچم، اکنون وقتی آن رسیده است که آرزوی مادرت را عملی گردانیم. رفته خانده آمدی؟ خانه و در، جای کار، پول و مال، همه چیز هست. عمر من هم یک روز دو روز دیگر مانده است. نبیرم میخواهم میراثداری آینده خودم. وقت کم است بچم. نیست جوانی که دوست داشته نداشته باشد. چی گفتی؟ دختری سما نامش نیلوفر. سمت رو خوب میشناسم. گفتگی برین. آخر پگاه یک شنبه در خانه است؟
خوش آمدند. آفرین آفرین. این کدام شمالکا این مردکای بزرگ طرف خانه های ما پراند. شمالی آرزوهای نک آرزوهای نک. خداوند همین خیل کنه که همه وقت طرف خانه های ما انا همیشه شمالکای فارم وزه. مرحمت بفرمایید. مرحمت. تشکر. مرحمت خوش آمدید. خاک پای شما نوری دیده های ما. سلامت باشه. سلامت باشه. خوش بچه ها نمیگفته است اگرم دیگر خیل چورا رو بینیم یا نه پنشیر جان. اکا آخر چه خیلی سنگ چه خیلی افغان شما چی ها میگویید؟ با حرمتی پروردگار قسم به شیری سفیدی مادرم من یگان خیلی سنگ رو ندیدم. شما حاضر جواب میگویید به این کاری کرده اتون. هیچ گپ نی همش خوب است. فقط داروها رو سری وقت دادن لازم است. علی بخشش برای اون روز من نمیدونستم که تو میدونی چی علی. دیگران رو که نمیدونم لیکن من به تقدیر تن دادم. بعضی وقت در زندگی چیزهای رو میخوری که هیچگاه در انتظارش نیستی، لیکن همینش رو پای بردم که آدم باید با امید روزهای نیک زندگی کند. چهار سال پیش وقتی که من در دانشگاه طبی تحصیل میکردم مرا نپرسیده به شوهر دادند. شوهرم راضی بود که من تحصیل را دوام دهم. بعد از 1 سال زندگی نظر این عائله نسبت من تماما دیگر شد. از جمله شوهرم شبها دیر می اومد نوشیدگی. اگر یکون چیز می گفتم مرا لطوکوب می کرد. و نهایت جوابم را داد. خیر، هیچ وقت آزرده دل شدن در کار نیست. شکر خدا دانشگاه را با دیپلم سرخ تمام کردم. جای کارم خوب. خانه را با کمک پدرم گرفتم. در خانه پدر 2 کلین
چی جای آنها را تنگ کنم؟ نمیدانم در آینده مرا چی انتظار است. بسیار گپ زدم، بخشش. مالش من میروم. زیبی خوب بود. Куда вам? Постойте, куда? ابله تو انصاف داری یا نه؟ چی؟ انصاف؟ انصافش چی؟ کاتیا اون اصلی است انصاف. انصاف؟ نیت منصور خلیمایلیچ. انصافش اگه اون چیزی میخوندنی؟ معلومه شاید که ایمان هم نداشته ای. بگذار با من هر چی شود. من هیچ وقت از مرگ نمیترسم، از جمله از تو بر اینها. همین را دانستمان که آه دیلی کودکی 60 نفر توجیکی بیکار مانده یک روز میگیره. چی من بگردم گرفتم اونها رو؟ دیگر جای کار نیست مگر؟ گپ سر این نیست، گپ سر حس ملی است. ننگ ناموز داشتن میروه. زواد را کو کشیده گرفتی، برای چیز 60 نفر پیشترک کارگران را از کار راندی. آخر آنها فرزندان ملت خودت هستند، برادران خودت هستند. ای یارو برادر، خش و تبار دروغ است این همه. حالا خش و تبار یارو برادر پول است، پول. فهمیدی دنگیه؟ برای تو بر اینها در این دنیا جای نیست. زندگی کردن حرام است. برای تو بر اینها در اینجا جای نیست. بچه جان، هیچ وقت معلوم نشو، چون که الله اکبر است. دشمن اگر قوی باشد، نگهبان قوی تر است. دفشم تیز از اینجا. دفشم تیز نبینم. عجیب، یکی زبان ندارد و دل پاک دارد، دیگری زبان دارد و دل سیاه. به زبانی بهتر بود است از دل سیاهی. شاید یکم به زبان می شد که به این حال گرفتار نمی شدم. نه، آخر از تقدیر راه گریز نیست. شاید این گونه به زبان یک تو باشد. بهشتی که قدری مادر را شب می آیده، شب بچه می آیده، داماد و عروس بر ببر می آیده. شب می آیده، شب بچه می آیده، داماد و عروس بر ببر می آیده. شب می آیده. مادر جان، اساسش که خوشبخت شود. البته ایستید که از نیلوفر پرسیدید که وی راضی هست یا نه؟ مادر جان، نیلوفر شاهین رو خوب میشناسد، حاجتی پرسیدن هم نیست. کلین جان، کار خودتان. به هر حال باید از پیش دختر یک بار هیچ گپ همش خوب میشود. الهیم همش خوب شود.
سزای سری منی ابله همین است. 22 سال پیش انا در همین روز من و پسرم و آیلم به زود روزی خواهر عروسم رفتیم. از هفتش آنجا زیادتر نوشیدم که هنگام بازگشت ماشین را اداره کرده نتوانستم. از پسرم و زنم جدا شدم. من از همان وقت اینجا من زنده در گورم. ما علی جان این وصیت نامه بعد سر من و مال ملکم صاحب شم و نگذار که چراغ خانه من خاموش شود. التماس نه داداجان از کجا داری نصف روزی؟ خرج خیر خوب سال؟ میشود داداجان شما خوبه؟ مادرم خوبن؟ خوب است. امروز چیپتا داریم نصیب و شد میدیوی. همین روز؟ بله همین روز. گفتم آگاه کنم تو رو. آه خدایا چیزی گفتی؟ نه داداجان نه با پیشوازتون میگویم. خب مایلش داداجان مایلش. بله سلام سلیم صاحب. سنگ گرفتین؟ بله آقا. من مطمئن هستم که این یکی از معامله های بزرگ مالی ما و شما خواهد بود. در مسکو خبر شدن کی شما را انتقال میتین به مسکو؟ آقا صاحب ببینید اینجا در مسئله انتقال کمی مشکلی پیش آمده است. نفری که از ما در گمرک بود تغییر یافته است. مسئله دیگر باشد مسکو است. محترم مسکو مشکل شما نیست، مشکل مسکوی ها است. آقا صاحب نه این کار سراسیمگی را طلب نمی کند. بعد اینکه حالا با جمع آمدی مسکو هم بر وقت. سلیم من دیگه گفتنی ندارم. همه چیز در دست شما و او طرفش هم به دست خدا. خدا حافظ.
سلام دادا جان. بیا شیری پدر. کار داشته است. شین رفتیم. شین رفتیم. алло акаҷон, ҳамон одамоне ки маро бурда лату кӯб карда буданд, ман ҳамонҳоро дидам. ту ҳоло дар куҷоӣ? ман дар марказ акаҷон. гӯш кун, ту аз пасашон рафтан гир, ману зир мебиёям, фаҳмидӣ? куҷое ки мераванд ҳамон ҷо рав, фаҳмидӣ? хуб акаҷон, майлаш, хуб. алло акаҷон. набай ба фикрам ба назди кул меравам. ту аз пасашон рафтаи? бале. хоб рафтан гир, мо мебиёем. ман аз қафошон рафта истодам. ба лаби кул рафта истодам. майлаш, хуб акаҷон. گوش کنی اردو کنی او کی بود؟
سیمتون عموما من وقتی با شما گپ زدن ندارم. از همین روز عبارتم من شما را در گرد و اطراف نیلوفر نبینم. فهمو؟ انا برای چی تو دیروز پرابلم ساختی ها؟ باز چی؟ انا اکنون تو گوش کن. یکون این کی از بالای دختر گپ زدن از روی جوانمردی نیست. دوم این کی دختر خودش کسی رو انتخاب کنه. بعد سیوم این کی نیلوفر از آن ما بود و از ما میمونه. خوش شیر بچه کو با خوبی نفهمیدن. واریانت دیوم رو اسپونه باره. نیلو تو عجب دختر هستی. علی همون گونگ چی خوبی دارد. این رو تو نمیفهمی و هیچگاه نخواهی فهمید. او مرد است، پاک است. حرفای نگاهایش دروغ نیست. چشمانی تو به دیدن ظاهر عادت کردن، اما او چی برتری ها از دیگران دارد تو این رو نمیبینی. خب چی برتری دارد؟ زبانی گنگ و مادری دیوانه؟ تو چی یک عمر کسلی بانی کرده میگردی؟ آخر شما فقط فکری خودتان رو میکنید در حیات. یک بار فکر نمیکنید که دوست داشته شما چی حال دارد. شما نمیدانید که او چخیل مادرش رو نگاه بین میکند. شما یک بار حالی مادری او رو بینید، بعد به قد زندگی و خود میرسید. نیلو آخر پدر و مادرت راضی نمیشوند. شاهین کجا و علی کجا؟ آنها الکای روزگی تو رو دادن. روزگی دادن این معنای آن رو ندارد که ما الکای زن و شو شدیم. دخترها دنیا رو با چشمی دل نگرید، نه با چشمی سر. میانی ثروت و محبت تماما فرق کلون است. من مال و ثروت رو دیدم، لیکن محبت شیرین تر است. میفهمید؟ شیرین تر. تو راستی دیوانه شده. با تو گپ فهمونده هم نمیشه. انا همینو اکا سردارشان انا همین همش به گفته انا مین. سلام علیکم. مهمان اینو خونده اونقدر خوب نیست و لیکن در ضروریت رواست میگه. خطا نکردم. تو کیستی خدا؟ من سوالی به مورید انمی کس رو میشناسی؟ خیر بعد چی؟ من اکای انا همین کس. یک هفته پیش ما او رو از 21 کیلومتری لبی دریای ورزاب در حالتی از این بدتر یافتیم. کوه به کوه نمیرسد، آدم به آدم میرسد میگویند. چنانی که میبینید در این همه کار شما رو گناهگار میداند. من همین مرده که جبر دیده. اکنون شما گوش کنید. یکم این که این مرده که جبر دیده گناهگار است. دوم این که این مرده که جبر دیده 10 روز پیش مال را از ما را بوده است که از جانش هم قیمت تر است. این چیزی قیمت بها چی بوده است که از جان آدم هم بالا می ایستاده است؟ نمیدونم کیم چخیل سنگ میگوید. من سنگ پنگ را ندیدم. انا اکنون جواب میگوید به این کاری کرده تو.
احسان؟ تو چی میکوبی در اینجا؟ یک مسئله رو حل داریم. تو این کس رو میشناسی؟ بله این کس احسان رفیقم. خوش اینطور باشد شما اول پرابلماتون رو حل کنید بعد نوبتی ما. مرحمت. گوش کن، خوبش یک به یک. کسی که زد نیلو از او میشود. خوب شیر بچه ها همه وقت انا همین خیلی شیردیل باشید. یکم خدمت چید انا این سروغای من. رحمانه نیلوفر گل بچم برای چی نمیخوری؟ چی گپ نیلوفر؟ تینجی است؟ دادا برای چی مرا نپرسید در روزگی ما رو دادید؟ من روزی نیستم. خوش باز چی؟ دادا جانو خیر بس چی آخر؟ ها؟ چی آخر؟ ما به همین روز دختر کلام کردیم. مقابل سخنی پدر می براید شرمنده. سمت
جان بچه آخر وای بچه جان من چیکار کردنم را خوب میدانم بچه خودتان را غم ندید دادا اپم علی را نقضیم نکن برای چی دیگه قسمتین شه؟ چی گفتی بچه جان؟ علی؟ داداش به قول خودش علی را دوست می دارد. علی همان گنگ بیساهی همان گنگ خدا زده آخرین در کجا راست می آید سمن با کیم کدام یک گدا قدا شده است فقط همین نمی رسید گوی که خاطرش را جمع کند هفته آینده توی این گونه سنگ در کوهسارهای ما کم به نظر می رسند. علی زمرد در افغانستان بیشتر می شود. از جمله در کوهسارهای پنجه که مکانشون آنجاست. لیکن چنینش رو من بار اول می بینم. تو چی؟ گفتانی که این سنگ قیمت بها نیست؟ نه خورشید جان تو ما رو نفهمیدی. من گفتم که بار اول چنین کلانش رو می بینم. از همه کلانترینش به فکرم سال 1834 در برزیلیا در برزیل یافته بودم که حجمش به فکرم 7.5 کیلوگرم رو تشکیل میداد. بعدا سال 1978 بود تقریبا همین سالها بود در تایوان 4 کیلوگرمش رو یعنی کریستال تازه رو گفتن. نرخش چقدر است؟ نرخش هیچ چیز گفتن نمیتوانم. شاید میلیون رو تشکیل دهد چون که در جهان کلانترین نیستند. 8 کیلوگرم 1 میلیارد دلار مسامو البته دلار. چی؟ 1 میلیارد دلار؟ تو چی؟ شوخی داری جورا؟ در این گونه مواردها شوخی نمی کنم جلال جان. سلام نیلوفر. الو برای چی خاموشی؟ نیلوفر برای چی گپ نمیزنی؟ برای اون که نمیخواهم. فهمیدی؟
آوازت رو شنیدن نمیخواهم. من تو رو دوست نمیدارم و نخواهم داشت. من دیگر کس رو دوست میدارم. آینده هم رو با او خوشبخت میبینم، نه با تو. فهمیدی؟ کیست تو؟ کاری تو چی؟ شرط نیست که بودنی او رو دانی. نیلوفر آن من تو را دوست میدارم. باور کن. برای چی تو منو نمیفهمی؟ امان علی رو دوست میدارم. فهمیدی؟ دیگر به من زنگ نزن. الو کبیر بنا زیمان دارو حالا ایستا گونگی حرام من با تو کی بودن شاهی را نشان میدیم. لبای خوجاین با تو یک سپارش قطعی چی کار میکنی نمیکنی علی در روی زمین نباشد. فهمو؟ علی گونگ؟ بله. خواب اجرا میشود. نمازشون بود. از کار آمدم در نیمروخ در آمدم که در نزدیکی در رفتیده بیهوش شده است. بعد انا این کاغذ در بالویش پرتفتگی بود. این برای قوا بخشیدن است. حالشان خوب است. زیخ نشو علی. بخت برای ما هم میخندیده است. نامی تو میلیارد ما، نامی من باشد میلیارد بای. چی گفتی؟ احسان؟ لبای دادا. خیز بچم تیار شو. باید تمکت با فرخور میره. درمند است خورسند میشه. خواب شده است. زودتر باش. مالش.
салом амакҷон. нилуфарҷон, биё салом. алӣ нестанд? ҳозира как баромада рафт? чӣ, ягон кор доштӣ? не, ҳамту хостам бинамаш. нагуфт ки куҷо меравам? не, ман ӯро фиристодам. як чизро мегираду гашта меояд. гузашта чӣ? не, раҳмат, ман меравам. гӯш кун нилу. алӣ гуфт ки ҳамин коғазакро ба ту диҳам. агар дар дунё боре кори неке кардам, пас он ана ҳамин лаҳза аст. шояд ин кори неки ман барои ту аҷиб намояд, лекин ту бовар кун, ин барои ту ва зиндагии ояндаат муваффақтарин чиз хоҳад буд. он занҷири меҳру муҳаббате ки миёни ману ту пайванд шудааст, аз тарафи ман костагиҳо дорад. нилуфар, ман арзандаи ту нестам. ман туро дӯст намедорам. нилу, духтарам, чӣ шуд?
اوچا جان چیکار بندی تو علی اوچا اقلا یک بار اوچا میگفتم در این 10 سال بیستر خنک با دست پاچه خنک من چگو یک شدم آچم باشد زیر خاک اتو نه تنها خانه بلکه دنیا در نظرم خالی می نماید آچه جان نمیدانم با این سری تنهایم چیکار کنم آیا چجا خاکی سری گورت شوم وایا چه وایا چه شده هستم او سر دکتر میبراید همش رو بفهمم سر دکتر همی جا گزارش نه گذاری خدا خودش چیکار شد بچم؟ هیچ گپ نه علی حالش کمتر توپ شده است جواب سر دکتر رو انتظارم شما رو کیا گفت نورعلی همسایه دکتر حال علی خوب است بخیر است چی دکتر حال دارد تشویش نشوید همش خوب است تو چی خوب است تو گپ زاخی پسرم گپ زن آخر مدارم نمان تستر گپ زن گپ سری آن میرود که علی خونی بسیار تلف کرده است عضوهای درونش نیز سخت لط خورده‌اند برای به پورگی برقرار کردن خون او با ما
донор лозим аст. аз кадом дорухона дастрас кардан мумкин? додар, ин чиз дар ягон дорухона нест, ҳатто дар мо. проблеми асосӣ ҳоло ҳамин. бо ин проблема мо як моҳ пеш рӯбарӯ шуда будем. ба монанди хуни алӣ аз 100 дар як нафар рост меояд. аммо вақти мо кам аст. пас аз куҷо дастрас кардан мумкин? аз куҷо? аз ҳамсоя давлатҳо ба гумонам нест. аз Москав ёфтан мумкин. раҳмат акаҷон, шумо ягон чора дидан гиред, мо ҳатман дастрас мекунем. майлаш хоб. ҳоло дар беморхона аст. духтур гуфт ки донорро танҳо аз Москав дастрас кардан мумкин. аз ин гурӯҳи хуни алӣ дармон нест. ман чӣ хизмат кунам? медонед акаҷон, маблағ лозим. агар имкониятатон бошад, то як моҳ қарз медодед. хуб, фаҳмам. ҳозир як дақиқа. ана инро гир. бетарс. туҳфа. дӯстатонро наҷот диҳед. ва ҳама вақт ана ҳамихел дӯстони ҷонӣ бошед. на дӯстони ноҳанию забон. این پولها رو گرید و علی رو نجات دهید. من این پولها رو برای توی دامادی علی جان جمع کرده بودم. او رو چون فرزندم میدانم، دوستش میدارم. بیچاره بچه یک عمر عذاب کشیده کلان شد، یگان روزی بهی رو ندید. حالی که او داشت خدا با یگان کس نشان ندهد. داداش میدونی چی؟ من با خلاصه اومدم که همون پولهای جمع کردهمون رو برای علی. درست، من راضی هستم، لیکن خورشید جان رو خاندار کردن لازم کو. آخرت هر روز میگویی که کلیندار شویم، بعد با پول معلمی خدا میداند که کلیندار میشته باشیم.
داداش او 10 فرزند نداریم کو دیده ایستادیم که چقدر او برای رفیقش عذاب کشیده ایستاده است اگر ما که خرسندی او را خواهیم باید کمکش کنیم در همین لحظه محض در همین لحظه داداش چشم من برای خودت گفته ایستادم وگرنه برای این خیل دوستی میلیون هم صرف کنی کم است بیچاره علی مزه حیات را نچشیده است آخر او هم برای ما فرزند است کو دادا تنجی است بچم این من تنجی دادا جان این شب در خوبی من و مادرت در آمدیم دادا مادر علی وفات کردن خودش باشد در بیمارخانه در حالت وزنی قرار دارد دکترها دونر فرمودند از گروه خون علی کم بوده است خلاص در اینجا نبوده است تنها از مسکو دسترس کردن ممکن یک چند مبلغ جمع کردیم کمتر نمیرسد هیچ گپ نه بچم من روان میکنم خدا سلام گوی خورشید سلام میگوید تو هم سلام گوی مهم دوستتان رو از دست ندهید مایلش دادا جان رحمت خیلیش خوب خلاص یک به خانه رویم من یکم چیزم رو گیرم باش احسان سوار شد شما مسئله خورشید رو بینید احسان الله است جدی باشه آها خوب مایلش خب ده سلام علیکم منصور اکو علیکم سلام خوب هستین خدا با شکر کار و بار احوالا زندگی خدا با شکر شاهینم بله شناختم شاهین چه خدمت کنم شاهین همان آدم میگفتگی همون نصیب کرده باشد این بگاه میرسد ساعتی چند؟ ساعتی 15 خرشو شاید بعد موبایل رو چی خیلی بشنسیم یکون رسم یکون بیسمو یکون وای ها رسمش رو بله رسمش رو با پشت الکترونیک روی روان میکنیم آها خب مایلش خب خدا حافظ لینا Да, Мансур Халимович. مرا تپازایی جر زدین منصور اکو بله گوش کن مرا جون و آدمی سلیم اکو گفتگی امروز بفرد بچه ها را جمع کن از پسی مسئله شد فهمو؟ ساعتی چند؟ ساعتی 15 با فکرم بیا در اینجا رسمش هستی شنطی هم اون طرفش رو بدونی خودت فهمو؟ از پسی مسئله شد مرد لابای به یکون سیاهی خوب شده است زنده باش
این هفته در حیات برایم فراموش ناپذیر خواهد ماند. از جمله 3 روزی آخیره که گشنگی را از سر گذرانیدم. اشکانم سیلی دریا بودند اما مهر مادری بیشتریم ستون دل و عصای دستم میگشت. Салам алейкум. Алейкум салам. Как ваши дела? Пойдет потихонечку. Все нормально у вас? Да, а как у вас? Да так, потихоньку. Это вот фотография того человека. А это награда за него. Так что никаких следов, ребят. Братан, мы же никогда не подводили. Все сделаем, все обещали, сделаем. Когда он приедет? Сегодня должен в 15 часов прилететь, ребята. Понятно все? Да, понятно. Ладно, удачи, ребят. Давай, брат, приехал. Ага. السلام علیکم. علیکم سلام. میبخشید خانه نیلوفر همینجا است؟ بله همینجا. در خانه است؟ نه ها زیرکک بر اومدن. مادرشان چی؟ بله همینجا. دیدن ممکن است؟ البته مرحمت. مرحمت نیر بذارید. احمد جیغ میزدید وقتم کم است. خوب حاضر. السلام علیکم. سلام علیکم. مرحمت. اپا جان من یک دوگانه نیلوفر اگر بیاید همین را با او میرساندید. التماس. اگر پرسد که کی داد چی گویم؟ خودشان میدانند. بیاید در روی چینید. حاضر ممکن بیاید. سروسی مایم کمتر وقتم تنگ است. شما همین را رسانید من می ندار. تشکر. خوش آمدید. سلامت باشید. رحمت. توبه عجیبه.
Точи ҷон. имрӯз як духтар омада буд. ана инро дод. гуфт ки ба ту расонам. Ки буд? Номашро нагуфт. ман равам ки холат мемеояд майлаш. Хуб бачаҷон. امروز سخت‌ترین امتحان را از سر گذراندم. سوالش عجیب بود. مادر یا نیلوفر انتخاب نمود. آخر برایم هر دویشان عزیزند. اگر اوچه جانم هستیم باشد، نیلوفر دنیای امید و آرزوهایم. افسوس آرزوهایم خاکی سر گشتند و خودم غبار آن. من نمی توانستم خدای روی زمینم را در آغوش مرگ بینم. هستی من، دنیای من، گنج بی‌بهای من، تنها اوچه جانم است. دیگر راه نداشتم. ایستا حالا ممکن نی. احسان و خورشید نیستند؟ همین جاند. علی حالا گپ نزن، با تو ممکن نیست. خورشید همین جا در دهلیز همراه پدر و مادر و استامک. احسان باشد برای دان رفت. زرینه، تو آخرین خواهشی مرا اجرا کن. کسانی که به عیادت من آمدن، آنها را به نزد من درآر. خواهش میکنم. در این دنیا همینش رو پای بردم که هیچ چیز رو نفهمیدم. همینش رو میدونم که بشمایم و خلاص. انکه جونش قبضنک شده است. افسانه گوی انکه این بد اکه جونش افسانه میگوید برای تو.
نیلوفر چی شد دخترم؟ نیلوفر بچه جان با تو چی شد دخترم؟ کجا می روی؟ نیلوفر
گوشنش منو باز داره 4959 باز آگاه میکنه گوشنش منو باز داره چی معنا دارد سکوتی من سکوته که عمری مرا دنباله گیر خواهد شد